امیرهادی روشندله. عجب. روشندله. آخه مگه امکان داره؟ مگه میشه؟ اینقدر قشنگ، اینقدر سر ضرب. امیرهادی خودت بگو قربونت برم. با این سن چجوری تونستی حفظ کنی؟ این حافظه رو از کجا آوردی؟ اصلا این تسلطت رو از کجا آوردی؟ الله اکبر. بله، واقعیتش این که پدر و مادرم از 4 ماهگی متوجه شدن که نابینا هستم. وقتی مادرم متوجه شد که من با اذان استاد مؤذن زاده علاقه‌مندم، به جای لالایی کودکانه برام قرآن میخوند، یا اذان استاد مؤذن زاده رو باز میکرد، یا تلاوت ترتیل استاد منشاوی رو برام پخش میکرد. من از 4 سالگی چون قرآن بریل نداشتم و سواد خوندن نوشتن رو نداشتم و به خاطر همین حفظ کلم رو به صورت شنیداری حفظ کردم. ماشاءالله. روش حفظم این بود که وقتی میخواستم یک صفحه رو حفظ کنم، اول به اون صفحه 4 بار گوش میدادم. بعد اون صفحه رو اول نوار استاد منشاوی رو پخش میکردیم، اول نوار میخوند آیه رو، بعدش من قطعش میکردم، خودم اون آیه رو میخوندم. بعد یه بار دیگه هم زمزمه میکردم. صبح فردا که از خواب بیدار میشدم دوباره اون صفحه رو 4 بار گوش میدادم تا حفظم تثبیت بشه. و خدا رو شکر تونستم تو 8 سالگی حافظ کل قرآن بشم.